دوستان ارجمند، اینم فرودگاه بین‌المللی تهران. از ما سوال میشه که آیا شما برای ارائه خدماتی که دارید مجوز استاندارد دارید یا آیا استاندارد به شما تعلق گرفته یا نه؟ در جواب این سوال باید عرض کنم که ما یک شرکت فناور هستیم. ما یک شرکتی هستیم که خودمون این فناوری رو برای اولین بار داریم از آلمان انتقال میدیم به ایران و بعد از این که ما این انتقال رو کامل انجام دادیم باید یا ما یا کسای دیگه به اداره استاندارد ایران مراجعه کنن، کل این تکنولوژی رو بگیرن، اساسنامه مربوطه رو تدوین کنن و بعد از اون اگه کسی خواست از این تیپ خدمات ارائه بده به اجتماع، باید بره از اداره استاندارد مثلا مهر یا مجوز استاندارد بگیره. این قضیه مجوز استاندارد برای این کار ما الان دوره، با استاندارد با ما فاصله داره، یعنی ما خیلی جلوتر از استاندارد هستیم. ما یک شرکت فناور هستیم، تکنولوژی جدیدی رو وارد کردیم. انشالله یه روزی این تکنولوژی استاندارد میشه و متولی این کار بعد از ما میشه اداره استاندارد ایران و شما اون موقع میتونید از شرکت هایی که این خدمات رو ارائه میدن بپرسید که آیا شما مجوز استاندارد دارید یا نه. این سوال فعلا در مورد ما منتفی هستش، چون ما وارد کننده تکنولوژی هستیم و این در واقع جواب این که آیا ما استاندارد ما رو تایید میکنه یا رد میکنه، این جواب خنثایی داره این سوال. اگر مسئله‌ای بود، فرمایشی بود، در خدمت هستم. به شماره موبایل زیر عدد 1 رو ارسال کنید، با تون تماس میگیریم و توضیحات بیشتر رو میدیم خدمتتون. موفق و مؤید باشید.